سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من میخوام بهتون یاد بدم که چجوری هدفونتون رو گوشدار کنید. پس بزن بریم. پس من صورتم هم میبینین چرا این رنگی شده؟ به خاطر اینکه اول هدفونم گذاشتم بعد الان درآوردمش، برای همینم صورتم این رنگی شده. برای همینم اشکال نداره مگه صورتتون رنگی شه، که اشکال نداره صورتتون رنگی بشه. منو ببخشید و مگه دوست داشتین برین یه ویدیو دیگر نگاه کنین و هدفونتون رو گوشدار کنین و راستش مگه میخوایم توی گوشتون رو هندوش عوض نکنین و بذارین روی هدفونتون. خیلی ممنون میشم که از ویدیوی من کپی نکنید، خیلی ممنون میشم. پس بریم. خب بچه اول میریم وارد این خونه ها میشیم و بعد میاییم انتخاب میکنید و بعد میرید سراغ خونه ها، آدرس و تنها و هدفون انتخاب میکنید و بعد میایید اینجا بچه ها. و بعد میایید روی قسمت منو ضربه میزنید و بعد میایید روی این قسمت و بعدش میاد اینجا و بعدش بچه ها میاد اینجا که این رنگیه و رنگ هدفونتون اینجوری عوض میکنید. بهتره بعد از نقا رو بزنید که یعنی صورتتون هم باش عوض نشد. و بعدش میام این پایین و روی اینجا ضربه میزنم و بعد بچه ها رنگ هدفونتون رو میبینید اینجوری عوض میشه. برای همین میگم که صورت نکنید، خیلی بهتره، چون وقت رنگ صورتتون هم عوض میشه و روش هم تاثیر میذاره. و بعد میایید بچه و بعد اگه خواستین میتونید رنگ موهاتو هم دوباره باز این همون قبلش کنین و میان رنگ لباستون هم این روز قبل کنید اینجوری. خب و بعد میایم اینجا و این تنظیمش میکنیم. اگه خواستین گوشش هم میتونید بلند کنید و بعد مگه خواستین میتونید دوباره باز رنگ هدفونتون رو عوض کنید. این رنگ هدفونتون رو میتونید عوض کنید، اما رنگ گوشتون رو فقط با چند تا رنگ میتونید عوض کنید که رنگ صورتتون عوض نشه بچه ها. و بچه ها مگه میخواین رنگ صورتتون هم عوض نشه، میتونید بدون اینکه بهش رنگ دست بزنید فقط با این دوباره باز تنظیمش کنید. بچه ها من روی چی ضربه زدم؟ روی این ضربه زدم. من روی این ضربه زدم که میبینید دیگه روی این من ضربه زدم، ببینید تو اینجوری هم گذاشتم و بعد با این هم میتونید میتونید تنظیم کنید. با این هم میتونید هدفونتون رو تنظیم کنید و بعد با این میتونید خودتون تنظیم کنید، یعنی میتونید خودتون ببینید عقب جلو و بعد الان دیگه هدفونتون گوشتار میشه. من داشتم تنظیم کنم و یکم اونو بزرگ کنم و یکم بزرگش میکنم و اینم برمشیم برتر که نه یا جلوی صورتم و یکم کوچیکش میکنم و دوباره باز میبرمش
این بر و الانم هدفونمون یه گوشدار شد. بعد دوباره باز میام ماسکمو جابجا میکنم. کش میکنم. و به جاش هدفونمو میبرم و دوباره باز میام بازویش میکنم و الان هدفونم گوشدار شد بچه ها. خیلی ممنونم که با این ویدیو بودین. پس فعلا خداحافظ. راستی از ویدیو من کپی نکنید، خیلی ممنون میشم. پس فعلا خداحافظ.